این جماعت ددخور رو به هنگامه معصیت دعای بارون جملگی غافلگیر کنیم. همه حواست خوب به کار بگیر، این بار بور نشی. برو. از جماعت صفدر هر یکی که زنده بمونه خونه یکی از شما مباهه. با این همه جماعت که طرفدارشن، همه کاشان اینجاست. صبر میکنیم. الله اکبر. الله اکبر. تکبیرة الاحرام. الله اکبر. قنوت. به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. به نام خداوند بخشاینده و رحمت. قسم به خورشید و نور فراگیرش. قسم به خورشید
و نور فراگیرش، و قسم به ماه که بعد از آن درآید، قسم به ماه که بعد از آن درآید، و قسم به روز که زمین را روشن کند، و قسم به شب که زمین را می پوشاند، و قسم به آسمان و کسی که آن را برافراشت، و قسم به زمین و کسی که آن را بگستراند، و قسم به نفس و آن کس که او را ساخته و پرداخته کرده، و شر و خیرش را به او الهام کرد. بیشک هر کس نفس خویش را از آلودگی ها پاک کرد، رستگار و هر کس نفس خود را با گناه آلود، نومید و محروم شد. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. دست بجنبونید. مادر، جمشید من، جانم عزیزم، پسرم، تو ثمر همه زندگی من، پیش خدای خودم رو سفیدم از داشتن تو، دستم از گور بیرون میمونه برای تو. تو جوونی و برومند، ولی شباب چون باد به تندی میگذره. مرد علمی هم عائله میخواد. چی شده؟ مادرم اومدی؟ همه ترسم این بود که تو رو نبینم و برم. کجا بری جون دلم؟ مسعود هنوز هزاران حرف نگفته با تو داره. منو ببخش که تنهات میذارم. تو خوب میشی. برم خورجین دواجاتو بیارم. نه، بذار سیر نگات کنم. بی انصافی نیست که بری و مسعودو تنها بذاری؟ حلالم کن اگه چیزی کم داشتم.
خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست. جون من، به جون تو. زد داره باشی. تسلیت میگم، خدا هم مادرتو بیامرزه هم خودتو. هم داره میاد، هم داره میاد. سرپنجه شاهین قضا غافل بودی. مادر گیتی نزایده فرزندی که با امیری چون من کیاست کنه. البته دام بلا دیر و زود داشت، لیک الوفای به عهد. روزگار خوشید به سر اومده، منجم باشی. انقریب تمام یارات به خاک مذلت میافتن. همون به که خفه خون بگیری. غم مرگ مادرت در مقابل غمی که در انتظارته چیزی نیست بدبخت. اما اگه اون یکی رو بشناسونی ها،
از عقوبت یه کمکی کسب میشه. سلام بابا. سلام. سائقه بهتون زده که اینجوری ویلونو پریشونین؟ ای کاش سائقه ای بود و برقی. بارون که زد اول به دل صفتر بارید، بعد بر زمین کاشون. آقا کجاست؟ به بیابون زده، کنجی گرفته و خرقه فتیون به در کرده و به درگاه او لابه میکنه. خودش رو به این پایه نمیدید که قنوتش رو حق بشنوه. بابا الان کجاست؟ هزار کومه سرک کشیدم، خواست خدا بود که جستمت. مادر ناغافل پر کشید و رفت. به زجه و سیحه بودیم که دیدیم تیغ داروغه رو گردن جمشیده. چرا هیچی نمیگی؟ چرا حرف نمیزنی؟ میگم جمشید به بنده و گردنش به تیغ. آقا کوممون سرد و سیاه، همه جا خاک مرگ نشسته. مسعود میت، خورشید این مجنونا به حیرت نشسته. دست نجنبونی جمشیدم پی مادر از دستمون میره. دستم به جز دامن تو به کجا را پیدا میکرد ها؟ فقط تو واسمون موندی. چشام به لبته که بلغزه و بگی چه جوری جمشید رو از قفس خلاص کنی. بهم نگو خدا، منتظره ببینم تو این وانفسا دست خدا از آستینه کی بیرون میاد. نه، ایمانم از دست ندادم، توکلم هم سر جاشه. جون عزیزش واسط مهم نیست. آوت که نیست. باش میشینیم با هم گردن زدن جمشید رو تماشا میکنیم. حکمن اینم تقدیره. پدر جان پدر، چرا دروازه کاشان رخ نمیده؟ خسته شدم. آی بانو،
بانوی بابا یه کمی دیگه طاقت بیا. این جوونی که من دیدم با تاخت با اون اسب میرفت چیزی دیگه به دروازه کاشون نمونده. این چندمین باره که اینو میگی، اما هنوز تو راهیم. این بار کل که مطمئن باش به زودی میرسی. به هر طریقی که از سیاست زنانه میدونستم ترفند ریختم. هرچه فکر کنید به کار بستم، اما انگار طلسمش کردم. مادر، این خونه تاب مصیبت دیگر رو نداره. هرچی در توانم باشه مضایقه نمی کنم. آتیش سیاست داروغه نیازمند رگباریه که شاید خاتون رو قوت انجامش نباشه. بیا جمشید. ممنونم. نگرانم بلایی سر اهل خونه بیارن. خبری داری؟ مادرم خاتون همه حواسش مایل به اهل شماست. پدرت هر روز به تضرع نزد حاکم. تو آسوده ای؟ چه حرفی زدم؟ تو آسوده ای؟ آسوده؟ برکتی داروغه حرف نداره. نه ولی رفقای خوبی دارم، همشون اهل دلن. نه ولی دل زخمی من به کارشون نمیاد. خاک پاتی. به حاکم زاده بگیم چی ملتفتیم؟ به کار جدول ضرب و مکعبم باشون. خوب یاد میگیری. من و مادرم پیگیر این مهم هستیم. دلت قرص باشی جمشید. دلم قرصه. چی کار میکنی؟ این خشم دلتو نگه میداره پهلوون؟ پهلوون؟ این پهلوونیه؟ این زبونی و خاکساری پهلوونیه ماهر؟ سید علی چی داشت جز زخم و مرگ وقتی به این در اومد؟ هیچ. زخم به گل شکفت و گلی به هم داد از 100 گل گلستون تر. این اسباب و طریق جز به کرم مسعود و میر جمشید بود؟ عزا کده شده ماهر کومم. مسعود به عزای زنش و دلش زار از اسیری پسر. زنم مثل مرغ بسمل افتاده و ویسم دیگه توانی نداره. ماهر بیم جون دخترکمو دارم. ای خدا، به کی بگم که این سینه اگه نترکه خیلی بی حیاست. این بیاری غرورمو به خاک کشیده ماهر. ما نمونیم که سینه سپر کردیم به دشقیمای تیموری ها؟ ما نه اون بودیم که آهم به دست به دل دشمن میزدیم؟ ضمیر دلتو بگو مرد. شب به سیاهچاله دیوا میزنیم. قور پدر هرچی شد جمشیدو به سمت اصفهان میگریزونیم. زن و بچه ها چی؟ هیچ به اونا فکر کردی؟ این همه جز برای اونا میکنم؟ تو اینو برای خودت میگی نه؟ تحت عیال داری و کسب. سید علی عباس طالب همراهید نیست ماهر. بیاور شیطونه. کرم خدا شب ستاره زده عزم خلاصی جمشید میکنم تا اون چی بخواد. این جون تو به باد میده. علی مدد.
تا حالا هیچ شوری از مستی بردی؟ یا حظی از افیون؟ چی شد تا حالا مستی صورت زیبا شده؟ شیدات کنه؟ آتیش به جونت بندازه؟ موقع وصالش چجوری؟ چطور دنیا به کامته؟ اینا رو که گفتی همه از بره فهم مثل همین هست. شیرین تر، چه بسا افضل تر. به خدا هیچ معشوق اینجوری کامت نمیده. به خدا هست. ببین عددا میدونی به چه درد میخوره. اینا ببین اینجور میتونی نسبت یه عدد رو به یه عدد دیگه به دست بیاری، نسبت یه چندی رو به یه چند دیگه. هرچی. چه دردی از ما آدمای دربند دعوا میکنه؟ دانایی ثروت سبب خلاصی ما میشه؟ سبب خلاصی نه نمیشه، ولی بندو به تنت سهل میکنه. یگان استاد زمان، عالم علوم غریبه و جف، عبدالغفور سجزی. حضرت حاکم، در پس التجای حکومت پرمحبت دینمدار و بالا مقام شما، مجلس بزمی سترگ میزبان بزرگ علامه زمانه عبدالغفور سجزی که خدایش بزرگ دارد می باشد، بزم ما را به قدوم خیش مزین فرمایید. بفرمایید. و اینک تجار بزرگ کاشان هر کدام به نیازی آمدن. اگر حضرت والا اجازه دهند اول به حاجات اینان بپردازند تا هم رفع حاجتی شده باشه، هم برای حضرت سلطان جوهره وجود حقیر روشن بشه. به امر جناب حاکم به نیاز 2 نفر از شما به قید دستور جناب امیر داروغه خواهم پرداخت. البته نخست سان الولایه میز جهاندار سرابان، مالک هزاران عدل و طاقه و مالدار سلطان پناه. عرضی داشتم تا در خلوت دستم شما برسانم. مردک، حضرت حاکم و محرم نمیدونی؟ زبانم لاله اگر این گونه باشد قصد جسارت نداشتم. من میدونم، واقفم از اون مال که در پیش هستی، ولی نسخه ای که تو دستته کفایت اون چیزی رو که میخوای نمیکنه. عجبا، همینه که گفتید. اون نسخه ها که داری برای پیدا کردن دفینه به کارت نمیاد. اما اگر حرف را رو 600 بار در گوش خروسی ابیض بخونی و رهاش کنی، خروس تو رو سر دفینه میبره. اگه نتونستم؟ همون حرف رو که گفتم به همون عدد روی کاغذ مینویسی و تو گوشت میذاری. بعد از مدتی اون از گوشت در میاری و توی کاسه قلعی میندازی و روش نمک میپاشی، آنقدر که لبالب بشه. بعد زیر سرت میذاری و همون عدد رو تکرار میکنی تا خوابت ببره. توی خواب از اون چه که میخوای مطلع میشی.
شما مطمئنید؟ شک نکن، احتیاج به طلسم نیست. عبدالغفور خوب میدونه که چه کار باید بکنه. بذار دستاتون رو ببوسم. نه منتدار جناب حاکم باش. محاک ابن سلمان شامی بزاز و حمله‌دار سپاهان. لازم نیست چیزی بگی. اونی که پرشالته بیرون بیار تا به تو بگم چجوری از شر ایذا و آزار اجنه در امان باشی. یادگاری است که زن کلی برای گشادگی رزق در شامات به من بخشید. فکر نکردید طلسمی که روش نقش حک شده حامل موکلیه؟ نه، پس آنچه از اجنه و پری بر من سنگینی می کرد همین بود؟ بیا اینو پر شالت بذار تا تعویزی بشه برای دفع اجنه. امیدوارم هرچه از خدا میخواهید از شما دریغ نکند علامه. جسارت حقیر رو میبخشی. در چشمان خاتونتان برق هراسی دیدم. خاتون؟ خب کمی ملتهبن به جهت مسائل دیوانی. ایشون در طربند نشاط؟ المنت لله. امیر، دفع حوایج و سوالات دیگرون بمونه برای بعد. البته مطیع اوامر حضرت والایی. دستور بدید. این بلند بالا جوان مهربانه، هم به نام هم به کام. عزم اون دارم تا نایب حکومت من باشه، درس حکمت بیاموز. تالش که بلنده. مهربانم نام پرمهریه. در رمل این بنده کمترین آفتاب بختش در جوزا می درخشد. بر وجودش لوح شرف عطارده. تا روز موعود رخصت بدین تا از شرف کواکب اون چه بر ذمه‌ام است طلسمی بسازم که تعویض تخت مهربان باشه. آیبانو دخت نامی عبدالغفور جمیع الجهات به حسن ظاهر و جمال باطن. از نقص گفتاری و شیرین کلامیش بهره‌ای ببریم بهتر نیست؟ حیف نیست در این بزم باز هم حرفای حکومت و دیوانی بشنویم؟ موافقم، منتظریم. ای راحت دل و جان، ای آفتاب خوبان، ای جان نواز چون دل، ای گل عذار چون جان. رویت به خواب دیدم ماهی به پیش انجم، قدت به باغ دیدم سروی میان بستان. گر 100,000 دیده باشد چو آسمانم، یک جمله در وصالت در شور دل گلفشان. وصلت ز جان رو باید وهم و خیال باطل، زهرت به جان نشیند درد و فغان هجران. شعرم به وصف لعلت در لفظ تو مشوش، جانم ز حسن رویت چون زلف تو پریشان. از قاف تا قنایت عنقا شکار چشمم، چون از کای بانو ترسد ز موج طوفان. نازک ترک و لطیف تا به سختی نداره، چه کنم؟
این جوشونده تبشو کم میکنه و شلودگیشو خفیف. فقط دل مادر از دل دخترش آگاهه. جمشید که در بنده دل ویس منم به صلیب کشیدن انگار. ناز گلم بلند شو ویس. یا حی یا قیوم یا من لا اله الا انت یا حی یا قیوم یا من لا اله الا انت. تیغ برداشتی خبریه؟ چه خبری جز بیدادی داروغ و غم فرزند؟ کرش که شناهن گداخته است که به قلب سیدعلی میشینه. میدونم چی تو سرت. از ضمیر دل من بیش از خدا کی آگاه از سوداش مطلع. سربازای داروغ لاجونن و بیبوته رخصت بدین به چند ضربت کار مرتفع میکنم. موافقم. بمون کنار مادرت باش. دخمه های اونجا رو میشناسم. قول و زنجیر از خودم خریدم. من نصبشون کردم. راه جا بلدم. خطره. دردش کمتر از این بلاست حکیم. این کاری که تو میکنی وظیفه است و فریضه. این کلام مردونه بمونه. خورشید خبر نشه. صبر کن. کجا؟ کی بود؟ گفتم کی بود؟ هر کی بود هنوزم هست بله بود. هر کی بود رفیق نیمه راه نبود که بودش به بود تو و عشقش به کرم مرتضی علی بود و همش فدای دل خستت. ماهر بسته دنیا نیست بله بود. سالاری تنم به قوت قدیم نیست. دل شیرتو خریدم. یا علی یا علی. بعد از این بزم خوش کیفوری لذت بخش بود عبدالغفور. میل دارم که اگه حاجتی داری برآورده کنیم. هر حاجتی. هر حاجتی. راستش قصد کاشان کردن من پس از دیدار جناب حاکم یافتن فرزانه‌ای بود که شهرتش رو خارج از سرحدات شنیدم و به خوندن اوراقی شیفتش شد. کاشان و مرد فرزانه نشنیده بودم. فرزانگان فراوانم گرم چشم میآید. خب این که میگی کی هست؟ همون که خود رو نیازمندترین بنده به لطف خدا میدونه. گویی تو این ولایت به لطف حاکم عادل خداوند اجرش رو بس نیکو داشته. الحق که نردبامی رفیع ساخته بر بلندای آسمان. نامش جمشید، پسر مسعود، ملقب به غیاث الدین. غیاث الدین؟ غیاث الدین؟ بله، غیاث الدین جمشید کاشانی. که خدا همیشه واسه این جماعت تنپرور میسوزه. ستره باشی، طالعت گفته حاکم مهمونی داره سبک‌عقل‌تر از تو، طالب دیدار توه. این لشو و همین قل و زنجیر بیارینش بیرون. ببین عبدالغفور، اونی که میطلبی هم سفره حرامیان و دست پرورده یاغی که نامش صفدره. ولی اون جایی تو مجلس تجار نیست. چه جای تعجب جناب حاکم. این تجاری که من دارم میبینم خودشون طرارانی قهاره. اما اون رساله که من از غیاث الدین خوندم فخری رو به اون پایه نیست. اون در امر کواکب ملاحظات بدی. یکی که اختلاف میون
متقدمان و متأخران که فلک ناهید زیر فلک خورشید و دو دیگر این که دریافته سخن و ستبریه عطارد و زهره کفایت که محدب جوز مر مقمر و مقعر فلک شمس. حیرت انگیزه. چی حیرت انگیزه؟ تو چی داری میگی؟ اینایی که میگی به چه کار تو میاد؟ این نیاز هر کاتبه به علوم خفیه. بس دیگه بس. علی مدر نگاه میکنم. برو دیگه. میگم برو. حق باشه. آرو. سرباز زندانی داری. این جوون یاغی همونیه که در پیش بودید. لابد اون اوراق رو در جوار دوستان یاغیش سیاه کرده یا با نیرنگ از ظریفی دزدیده. این نوشته توه؟ عرب میگه هازا من فضل ربی. در عنفوان جوانی و این اوراق اگه خودت به این مهم دست یازیده باشی بیشک شگرف جوهری داری. زبونش مثل کژدمه و تینتش چون خدنگ. نیک سیاحت کن که بیش از این جونش به کالبدش نمیمونه. جناب حاکم، شما که چنین رأفتی رو در حق این رعیت مبذول داشتین، اکرام خودتون رو تموم بکنین و به چاکر رخصت بدین تا در کنجی خلوت با این جوانک به مباحثه بپردازیم. خلوت؟ با این یاغی؟ این مباحثه در حوصله جناب حاکم نیست. رساله سلم السما ظرافی داره که آبستن کلامه. از برابر چشمانم دور نرید. به دیده منت. اینجا نیست. شما کی هستید؟ اینجا نیست. همه هستیم. فقط یه نفر رو پیش پاتون داروغه حروم لقمه و سگاش به بزم حاکم بردنش. بردنش؟ جوون سبک مغزیه. عاشق عدد و رقم. کی اونجاست؟ چه شجاعتی. تقویم قمر و ارزش رو مثل همون وقوع دو خسوفی که بطلمیوس در مجستی آورده محاسبه کرده. ارز قمر به دست اومد. و این حساب در ثلاثه اون چی؟ در معادله ثلاثه. اگر نگین مدعیه یه کسرایی دیدم اونجا هست. قبل از این در استخراج ارز قمر موقع همون دو خسوف بهش التفات نداشتم. احسنت.
امیر دو یاقی برای خلاصی غیاث الدین به محبس شبیخون زدن. قرابالا رو اضافه کنین. دیالا دست به جنبونین. سر هر یاقی 10 سکه ثواب میدم. به جنبید. تا اینجا چیکار میکنی؟ دیدم شاید به دردتون بخوره. تنانش حواست کجاست؟ شما 4 نفر از اون بر خدا مال من بیاد. حرکت کن. الله تعیین فنون جون ما رو به حرکت میندازی روزگار سیاس کجا؟ بلا سه وقت بیدن نمیداری هیچ کهت امشب وقت خوابیدن نداره. دو نفر مردونه و پرجرأت برای خلاصیت اومده بودن توی بند. برای خلاصی من؟ به نظرم یکیشون آشنا بود. گمون کنم مرد آهنگریه که میون بازار حجره داره. دیدید این چاکر عباس نمیگفت؟ حضور این مرد در دارالحکومه فتنه است. همون بهتر که سر از تنش جدا میکردم. البته هنوزم دیر نشده. اجازه بدین سراغ حکیم بفرستیم. نیازی نیست. اجازه بدین. اجازه بدین. چشمای عبدالغفور کور بشه که ولی نعمت خودشو مشوش ببینه. دمی بیازه. دستان عبدالغفور حرارت و آسایش رو به شما بر میگرد. کنج به کنج و سوراخ به سوراخ هر کنده یه خوب گشتیم نبود. بندیگون میگفتم به بزم حاکم بردنش. خب این که اتفاق خوبی نیست. این جماعت گاه عقوبت رعیت رو اسباب طرب مجالس خودشون میکنن. قصه این پسر منو کشت. رئیس کاگل و نمک لیمو افشاره کن و کمی عسل اضافه کن زود. به روی چشم آقا. نگاه به صورت این دختر بنداز. تا بدونی این احوال که میگی آتیش به جونش میندازی. هر چی کردم برای اون کردم. سید تقصیری نداره. ملتفت حضورش نشدی. تاب و توش و جان و نوش ازش رفته. توکل به خدا. اینطور نمیمونه. تدبیری میکنی. شمایی؟ هیچ نکن. اینجا چی کار میکنی؟ شاه که ایده پدرمه. من و پدرم طالب توییم. اون چه میگم بیکم و کاس انجام میدی. دو سوار بیرون ارگ در انتظارتن تا از کاشان خارج بشی. دست نگرد و اینم یه حقه دیگه ای دارو بس. زن بد مبر. خزائنی که در سینه داری پدرم نیکو گوهری میده. خزائنی همین خزائنی شکلیم کرده. این جماعت تا به تو زهر نرسونن رهات نمی کنن. هرچی نمیام. با خودت مهربون باش. من و پدرم دل با پس جونتیم. دل با پس نباشه. من تن به این حجمه نمیدم. قیاستیم مطمئن باش آیبانو هیچ وقت این گنج رو رها نمی کنه. بتمک سریجات.
آقا جان بیا داخل بیا داخل. مادر آقا جان بیان. چه خبره؟ از جمشید خبری آوردن. خاتون منو فرستاد تا خبری بدم، شاید تسلی خاطری باشه. خروج از دارالحکومه آسون نبود، وگرنه خودشون می اومدن. بنده نوازی خاتون مرهم دل ماست. دیشب حاکم مهمونی داشت، عبدالغفور نام. گویی سخت به فرزندتون علاقمند شده. بگمون خاتون چه بسا بتونه ضامن خلاصی جمشید بشه. ذکاوت خاتون مرهم دله. این فتح آخر داروغه اونو عزیز حاکم کرده، چشمش به دهانه اونه. فتح آخر داروغه؟ صفدر یاراشو ترک کرده و کنجی گرفته. صفدر دیگه به اون کسوت نیست. حاکم خبر داره؟ نه نمیدونه. کاش بگذارین آقازاده بیان خود به خاتون بگن. خدا را چه دیدی؟ شاید این کلام در دل سنگ حکومت اثر کنه. برم؟ حتما. درنگ نکن. اما پیغام خاتون فرمودن اگر حاکم شما را به دربار فرا خوند و خواسته ای عرضه کرد، حکیم استنکاف کنن و از هیچ چیز خوف نداشته باشن. حتما مصلحتی دونستن. بهشون پیغام بدید امرشون مطاع. پس زودتر بریم. بله. خداحافظ. خداحافظ. به سلامت. اون چه بر این رمل میبینم خطری در پیشه که اگه به اون آگاه نبودیم بیم گزندی بر تختگاه و صاحب آینده این تخت میرفت و اون چه از استخراج این صورت کمال ما رو مفهومه از شرف عطارد بهره‌ایه که در اوقات سعیده به دست میاد. خب آنچه گفتی درست. راه عبدالغفور برای مرتفع کردن این قهر چیه؟ ها؟ ساعت زهره و مشتری رو لحاظ میکنیم. البته اگر طالع مدد کند. عذر که خلوت حاکم. این کیه؟ اینجا چی میخواد؟ طبیب جوان شهر وردست مسعود حکیم به گفتن اطلاعی اومده. خاتون رعیت رو گستاخ میکنه. خاتون به دل پرمهر حاکم آگاه تره. من مرخص میشم تا عرایض جوانه بشنوید. عذر تقصیر. جسارت عرض. از اون جماعت خبر اومده که دست از رزم شستن و تیغ در نیام کردن. بر مرد سردستشون هم گویی هجرتی رخ داده. صفدر رو میگم. دیگه از اونا نه نشونی و نه نامی. البته حضرت حاکم باید بدونن همه اینا به مدد و کیاست غیاث الدین بوده. مطمئنی؟ با اطمینان کامل میگم. البته این که گفتی چیزی از گناه غیاث الدین کم نمیکنه. اگر این رو به فال نیک بگیریم باید رملی جدید بیندازیم تا خاطر حاکم منبسط بشه. پوزش میخوام حضرت حاکم. دختر جناب علامه رو دردی شدید فرا گرفته ناگفتنی. طالب پدرشونن. آی خدا جون. چی شده؟ بی هوا دردی عظیم سراغش یکی به دادم برسه. هی حکیم بچه ببین چی میفهمی. آی خودشون. آی درد کجا؟ راستم کشانه ای راستم. از کی؟ دقایقیه امونمو بریده. اون چه میفهمم عفونت زایده روده است. دردش حاقه و شاق. جز جراحی درمانی نداره. خب دست مسعود طبیب رو میطلبه. در پی حکیم بفرستید. من هیچ نمیفهمم. بیرون منتظر میمونم تا تو رو با خودم ببرم. چند بار بگم اون چه شما از من میخواین در دربار و دیوان نمیتونم. اگر طالب تیغ جراحید درگاه من همیشه بازه. تو حکم حاکم رو نمیشنوی؟ تجویز طبیب نافعتره. تو میدونی که ببر صدا تو. طب طبیب در مطب بکاره. فهمیدی یا دوباره بگم؟ های بانو بعد مرگ مادرش برای من هم دختره، هم مادره، هم همسر. بی او عبدالغفور جنازه‌ای بیش نیست. میگم اسباب رفتن شما رو آماده کنم. جسارت در پیشگاه شما.
آی بانو بوسه بر مرگ میزنه و رأی حکیم مشکل گشای این سد پرگره است. اما نگرانم چون پسرش در بند شماست تلافی به تیغ جراحیش کنه. عبدالغفور چی میخوای بگو؟ طالبم این رعیت رو کفیل بدونین بر ضمانت غیاث الدین تا آی بانو به تاوان سر بند این ماجرا از دستم نره. غیاث؟ دیوانه شدی؟ سریعتر مسعود پسرم آرام اومد. مراقب باشی. آرامتر. خدا کجا؟ فقط بیمار داخل محکمه، بقیه بمونید. من باید همراه بانو باشم. همین که گفتم. مردم از درد. آی طاقتم طاقه. آی خدا جو. اون تیغ نازک رو از پستو بیار و کمی عصاره خشخاش که بریزی توی آتیش. بیبی ململ تمیز میخوام با آب جوش. عبدالغفور این مجرم تا زمان معین از آن توست. زبونم لال اگر بخوام با حکمتون مخالفت کنم. این امیر پرتقصیر بیمیلیش رو به این امر اعلام میکنه. چون بیم اون دارم این حکمت نکبت کیاست بشه. بسه گستاخی هم حدی داره امیر. من خودم نیک به این رأی آگاه هم و دانا. عبدالغفور فراموش کردی اون طلسمی که وعده داده بودی نه؟ اجابت. چه زشت و سنگینه. در عوض امرتو سبک میکنه. عبدالغفور این مرد خونبه های دختر توست. زنهار اگر بگریزه اون وقت هیچ حرمت فرزانگی به جا نمیارم و عقوبت اون نصیب تو میشه. جمشید بابا، جمشید بابا، جمشید ظالمه. چه خبر اینجا جمع شدیم؟ همه بیرون. بله همون که گفتم بیرون همه بیرون. سریعتر. جمشید خدایا شکرت. مادرت کجاست؟ ببینی چه به روز بچه‌ش آورده. چه بلایی سرت اومده. خواهرت برات بمیره. چی کشیدی تو محبس دورت بگردم. تا ابد منتدار لطف تو. به حق قسم هر چی از علم طبابت آموختم در درمان دختر تو به کار میگیرم. دیگه لازم نیست حکیم. تو چطور از جات بلند شدی؟ برای عبدالغفور غیر ممکن وجود نداره. این یه ترفند کودکانه بود برای خلاصی پسرت. مرحبا به این فراست. من و جمشید حرفای زیادی به هم داریم. دخترم تو تا مدتی از جماعت رخ بپوشه. گزمه های داروغه مثل شغال این اطراف پراکنده، چه در جفر جامعه چه اون چیزی که تو میگی جفر سرخ. هرچی هست همه حروف و عدد. رقم در پی خود وجودی داره که موقعی نشستن در شبکه مکعب یا مربع افسون اون حرف رو تداعی میکنه. وقت همون چیزی میشه که باید؟ ببین، در پس اون ظرافتی هست که قدما بهش میگن اتصال. ولی بدون هرچی هست همه بسته به نفس تو، دم تو. پس ارقام چی؟
صرف رقومی که از ابجد به دست میاد اگه نتونی در تقسیم و تضعیف طوری در شبکه بذاری که اعداد توکلیه به دست بیاد هیچ فایده ای نداره. من یه شیوه تضعیفی ساختم که شاید خطای قدما رو مثلا هوشیار گیلانی توی فی اصول الهند دیگه نداره، ولی بطن کلام شما رو نمیفهم. میدونی که هر ذکری رو موکلیه که معزون به انجام فعل ذکره و البته ذاکر طالب اون. تو با این سیاق میتونی نام موکل تو به دست بیاری. چیزایی میدونم. رقم ذکر رو به ابجد حساب میکنیم، درسته؟ بعد تقسیم بر 36، بعد یکانش جدا، دهگانش جدا، صدگانش هم جدا. اون وقت طابق ابجد اسم میذاریم، درسته؟ خوبه، خیلی خوبه. بعد حق داری اونو که به دست آوردی آخرش یه ایل اضافه میکنی، مثل سسایی. سسایی سسایی سسایی. آروم باش، آروم. هیچی نیست، آروم باش. یه حالی شدم آقا. میدونم این بهای تواناییه. این چیزیه که تو وجودت ریشه میکنه و همیشه تو سیاهی مطلق و ژرفای دریا نگهت میداره و نمیذاره نفست بالا بیاد. ای وای، خسته شدم. شما از اینکه مدام به بحث و فحصید دلتون نمیگیره؟ لبی تر کنین، نفسی بکشین. او که هیچ، شما رو هم مثل خودش بسته کلام کرده. من چی کار به کار این دارم؟ داری؟ نداره؟ چی بگم؟ فعلا که دلشو بردی دیگه، نه خنده‌ای به من داره نه مهری. ای بی چشم رو، تو میدونی که همه جون منی. من که گمون نمی کنم. چقدر ساکتی. در قل و زنجیر فصیح سخن میگفتی. درد محبس زبون آدمو باز میکنه. آزادی نطق و گشاده نمیکنه. صبر کنین من میرم تا شما به مجادله حبس و فتح خودتون بپردازید. آخه نداره. به خدا قسم سالها پی جوونی مثل تو بودم که هرچی تو سینم هست براش بگم، بازگو کنم، نشون بدم. ای کاش میدونستم تو اون سینه مثل آسمون چیه. این کار حوالت به پاسی از شب کن. بشین تو به جای مجادله برای جمشید از اون غزلای شیرینی که گفتی بخون. پیاله شیر داغ رغبت دارین؟ شرم شما به حدیه که انگار تا به حال با دختری هم کلام نشدی. دختر نمیدونم، شاید حجم باطن بوده یا نداشتن مجال.
دلبری آسمون مجال هیچ نگاهی به جمشید نداد. پس یکم سر به زیر شو، منجم باشی. ویس مادر میوه ها رو خوب شستی؟ بله مادر.